آنجا که گرگ ها استیلا کردند گوسفند مشو، شیر باش. عدالت در آدم ناحق ظلم است. هر کس در نزد چشم خود بیگناه است. کاری را که شمشیر نمیتواند عدالت میکند. عدالت بی مرحمت نمی شود. قصاص و عدالت در یک جمله نمی آیند. عذاب اضطراب زینه‌پایه‌ای است که انسان را به آسمان می‌رساند. عیب، شخصی که عیب‌هایم را در رویم میگوید رحمت خداوند بر او باد. خواهی که عیبت پوشیده و تنت سلامت باشد کم بگو، بسیار گوش کن. شخصی که عیب خود را نمی‌بیند عیب دیگران را بزرگ می‌بیند. برای بعضی ها یافتن عیب دیگران به مثل خزینه است و برای یافتن آن همگونه راه را پس سر می کند. عیب‌های دوستت را در تنهایی برایش بگو، در نزد دیگران باشد تعریفش کن. عیب‌های یکدیگر را خوش بپذیریم تا دوستی دوام کند. عقل، اگر عقلت را درست کار نفرمایی پس تمام وجودت از تو شکایت خواهد کرد. عقل فریب کند هم وجدان فریب نمی کند. بسیار میخواستم که پیر نشده با عقل شوم. عقل که بتون شد سخن کم می گردد. بسیاری ها به نصیحت گوش می اندازند، اما تنها عاقلان از آن فایده می برند. عاقل عقلش را استفاده می برد. عاقل‌تر از عقل‌های دیگران استفاده می برد. عقل و روح از کتاب چقدر تأثیر گیرد، انسان همان قدر غنی می گردد. عقل نیز به مثل زمین است، احتیاج به کاشتن و نگاه و بین دارد. نقصان عقل دو نوع است، یکی دیوانگی، دیگری جاهلی. عقل آماده نباشد چشم نمی بیند. زیبایی عقل در زبان، زیبایی زبان در سخن، زیبایی شخص در چهره و زیبایی چهره در چشم است. عقل و علم سه دشمن دارد: بدی، نادانی و تنبلی. سه نشانه با عقلی: فکر خوب، سخن خوب و عمل خوب کردن. برای خدمت به عقل خویش جسور باش. عقل همه به مثل رویش گوناگون است. در دنیا یگان عقل به وجود عقل دیگر به میان نمی آید. به شهرت و سیمای شخص نگاه مکن، فریفته نماز و نیاز شخص مگرد، تنها بر عقل و اخلاق شخص نظر بکن. بزرگترین ثروت عقل است. عقل سرمایه جوانمرد است. در آن جایی که محبت نباشد عقل هم وجود ندارد. کتاب غذای عقل است. عقلت را به کلی استفاده نبری، وبال تمام اعضای بدنت بر تو می گردد. عقل آماده نباشد چشم نمی بیند.